عزیزان یک فامیل دیگه است، مادر جان ما هستن، به وضاحت هستن، بیوستن. آمدیم که انشاءالله بریم خانه زونم یک سروی کنیم. میرم دوستان عزیز پیش از پیش بر ما گفته بودن که یک فامیل است. انشاءالله با ما باشین، باز زندگیشان انشاءالله یک مصاحبه کوتاه میگیریم. پیدا کردنش با من بیفشان قطره عشقه که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان. عزیزان خان، سلام مجدد خدمت همگی. و یکی از خانم ها و دوستان عزیز سلام مجدد خدمت همگی. و یکی از خانواده های بی وضاحت آمدیم. یکی از مادرهای عزیز ما هستن که خودشان بیوه هستن و سرپرستی فامیل به دوش دارن. انشاءالله همراهشان یک کوتاه مصاحبه داشته میشه. مادر جان سلام علیکم. سلام. روزه و نماز قبول باشه. قصه کنین مادر جان از زندگی، قصه کنین. چند فرزند، چند اولاد هسته؟ ما یک بچه دارم، 4 دختر. خواه این بچه ما دختر کردن. خواه سرپرستی فامیل دیگه خودتون سرپرستش دارین؟ خود مجیر هستم داره سی قبول باید. خواه صفاکار هستین؟ سرپرستر هستم با اینجوری که نفستنگی هم دارم بیخی. نفستنگی دارین؟ نفستنگی دارم همون جمع جارو میکنیم بودم. روزای جمعه هم کشه واز یک گلاشی یک چیزی میکنم. پیدا میکنم مراقبت کنم. خواه مادر جان در خانه گفتین که دیگه لکاک هستن، خرد هستن. مکتب میخونن نمیخونن روام چیز کار میکنن؟ نه این بچه ها که مسیری می مکتب میره دیگه. ترا واسه مکتب هم نیستم، خرچ مکتب هم نمیتونی پیدا کنم. و مسئله اقتصاد چی است؟ شبانه چی برشان جور میکنین؟ خوراکتان چی است؟ کچالو بود، یک سبزی بود از زمینه میرم جمع میکنم. باری هم شب همی کچالو پخته کردم، دیر شب سبزی پخته کرده بودیم از زمینه میرم جمع میکنم، میرم پخته میکنم. این تکلیفتان چه وقت شده که داری نفس تنگی؟ یک 15 سال میشه که پیدا 15 سال. با وجود نفس تنگی شما کارهای صدقه میکنید؟ یک 10 سال با خوب پاک میکنیم با مو ماشی کم چیز میکنیم دیگه. صبحی که میریم کلش با می رنج است، با می تشویش است که خدای چطور کنم شب آمد، خدای چطور کنم صبح آمد. این با می زندگی استیر میشه بعد که راستش باشه. روزه از درو گفتم ضرری من هستینه که شما مسلمان هستیم روزه میگیریم. این هم رنج تمام روزه است دیگه که شب چطور کنیم صبح چطور کنیم تیر میشه. مادر جان ما یک تحفه از طریق بنیاد خیری باران رحمت براتان آوردیم. دیگه یک تحفه رمضانی است. انشالله این خدمتتان پیش میکنیم. تشکر از شما مختصیم شما کنید. تشکر از استاد. اینه مادر جان میره میشه خرچ یک چیز براتان بگیریم. دیگه به دوستایی که کمک کردن انشالله دعا کنیم. دعا خیر میکنم برش خدا ثوابشان کنه. خداوند تعالی
افغانستان ما شما اول ارمی و زرین بیاره خداوند تعالی ثواب زارمان در خود کنه جور سعادت من داشته باشه. خداوند شما را صحت نصیب کنه. عزیزان قن این مادر عزیز ما را اذیت نبرین. انشالله اگر کسی پیدا شد که کمک های دیگان برشان کنه ما پول ارتباطی سیم برشان میرسانیم و لطفاً در این ماه مبارک رمضان شرایط خانواده رو درک کنین و عزیزان انشالله که پیش الله متعال پاداش داشته می باشین و لطفاً همراهی تو خانواده کمک کنین. اینا با این نفس تنگی میرن صفاکاری میکنن تا مو فلکایی که دارن اونا را سرپرستی کنن و کلان کنن. طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من.